مارو توفیق اظهار اعتراف کرم برگران عطا بگردان خدای پروردگار تو دوست داری اون مرده را که وقتی گناه کر اعتراف میکند تو میکند استغفار میکند بر اساس گناه اصلاح میکند و خدای تو غفور رحیمی تو کریمی تو عزت و رحیم مهربان هستی خدای پروردگار امروز دنیا را عمل کردی و ویران کرد خدای امروز دست عمل کردی انسانی جنایتکار دنیا را بیقرار و دنیا را ناامن کرد خدای پروردگار برمیگردی به سوی تو خدای توبه میکنیم استغفار میکنیم خدای پروردگار تو توبه را پیدا کردی تو به انسان حسی گناه و لذت گناه را دادی اما خدا در کلاش گفتی بنده توبه کن برگرد تا که منی الله نحوست گناه و بدی و رسوایی گناه را در زندگی خدا و یا در زندگی بشریت اظهار نکنم خدای پروردگار را توبه کنیم استغفار میکنیم خدا از تمام گناهانی که تو میبینی همین را میبینی اما خیلی گناهان و بندگان تو ندیدن پروردگار تو را پوشیدی اما را بدبخت و رسوا و خوار در میانی مردم میکردی خدای توبه میکنی برمیگردی استغفار میکنی ببخش ما را خدای پروردگار و جلال از این صلات الحمدان خلوت گناه میکن فکر ندارد که تو میبینی به این فکر که خدای خلقی تو میبیند اما فکری که تو میبینی از اونا غافلند خدای ما را به همه گناه را ببر خدای ما را پاک و صاف بگردان خدای لذت و حلاوت و شیرینی گناه را از دلهای ما بزن دور بگردان خدای پروردگار لذت و شیرینی عبادت و بندگی و طاعت را در دلهای ما جای بده خدایا به دعای دلهای زنگار دلهای ما برد خدا دلهای ما بر اساس گناه و معصیت سخت شد خدا اشکهای چشمان ما پروردگار نابود شد بر اساس گناه کردن خدایا چشمان ما را پر از اشک بگردان قطرات اشکهای چشم ما را بریزان که اینا سببی خاموش شدن آتش جهنم است خدایا تو قدر را دوست داری یک قدری که به خاطر ترس گناه و توبه از چشم بنده مسلمان میریزد پروردگار آتش جهنم را خاموش میکند ما را توفیق توبه و استغفار عطا بگردان خدا لذت دعا کردن و سوزیدن والدین را در دل جوانان خواهان مسلمان ما جای بده خدای آمین سلام پروردگار درد دعا کردن را در زبان و فکر و وجود ما جای بده خدای پروردگار غفلت و سستی و گناه از زندگی ما دور بگردان خدای پروردگار این عذابهایی که امروز دامنگیر دنیا از این کرونا خدای پروردگار ما آن مسلمانان ما را حفاظت بگردان خدای ما را موت زلیلانه و خوارانه نصیب نگردان خدای مردن ما را عبرت برای دیگران بگردان خدای مردن ما را درسی برای دیگران بگردان خدای پروردگار ما را از مرگ و میر نجات بده ما را از مرگهای بعد از مردنیهای بعد ما را حفاظت بگردان خدای پروردگار همه مسلمانان ما را از این کرونا حفاظت بگردان به مردم دنیا درس عبرت از این کرونا بده و مردمی که از تو بیخبر خدا با این کرونا اونا به ذات خودت پیوست بگردان هدایت بگردان اصلاح بگردان پروردگار دعا میکنیم که آینده کرونا تو هستی تو ذاتی قادر مطلق که این بشری که این قدرات افراد میکند این قد متکبر و مغرور است اما خدایا توانی کمترین مخلوق تو را ندارد توانی ضعیفترین مخلوق تو را ندارد خدای این لشکری تو این عذاب تو همه ما را حفاظت بگردان پروردگار ما را حفظ بگردان پروردگار مسلمانان ما را حفاظت بگردان پروردگار انسانیت را هدایت عطا بگردان با این کرونا خدای مردم دنیا را برگردان به اسلام برگردان به قرآن برگردان به ذات خودت خدای پروردگار ملک و مملکت ما را آباد و طیب بگردان خدای پروردگار
پروردگار سبب خیر و بر نفع اهل اسلام و مسلمین و مسلمانان بگردان. خدایا پروردگار پناه و سوی تو میبریم از تمام عذاب و بلا و فتنه های زمانت. خدایا نجات فقط ذاتی توست، نجات فقط قرآن و اسلام است. ما را به سوی قرآن و اسلام نزدیک بگردان. خدا و غیرت و شجاعت و شامت جوانان ما را زنده بگردان. خدا حیا و عفت و پاکدامنی شاهان مسلمان ما را زنده بگردان. خدا لذت فاحشه‌گری را از جوانان و خواهران مسلمان ما دور بگردان. خدا پروردگار فاحش گناه را کاهش بده، مساجد را آباد بگردان، اماکن خیر را آباد بگردان، جمعیت های خیر را آباد بگردان. خدای پروردگارا جمعیت ما را آرزوی امنیت دارنده آتشان برسان، مسجد ما را آباد بگردان، گذشتگانشان مغفرت بگردان، نیازهاشان برطرف بگردان و چهار جایی که به حاجتشان برسان. خدای پروردگارا دعا میکنیم جمعی بیماران اهل اسلام و شفای کامل از حضرتشان عطا بگردان، مستمدان و فقیران را روزی بده، به حال بیچارگان درماندگان بیکسان برس و خدای نیاز هر نیازمند را برآورده بگردان. مقروضین از دست نجات بده، در کسب و کار تمام برادران ثروتمند ما، تاجر ما، کارگر ما همه برکت عطا بگردان، مشکلات زندگیشان را حل بگردان. و خدا پروردگار با خیر و عافیت با ایمان کامل مسجد ما را آباد بگردان، نیازاش برطرف بگردان. خدا ملک و حرکت ما را آباد و تیز بگردان، ابید قرآن واضح بگردان، سری پوری را برادگان بگردان، مشکلات مردم حل و دین دنیای مردم را آباد بگردان. خدا پروردگارا به ما توفیق دعا کردن، نماز خوندن، صدقه کردن عطا بگردان. عاقبت ما را بخیر. خاتمه دوستانی که صدقه کردن به صدا که برای مسجد دارن، خدا چه آرزویی دارن به آرزوشان برسان، گذشتگانشان را مغفرت و جمعی دوستانی که رابطه اینا پول میدن، خدا در نامه اعمالشان ذخیره و دنیا و آخرتشان را آباد بگردان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آله و اصحابه.